رفقا سلام. امروز 15 اردیبهشت 1403 هستش، مصادف با شهادت امام جعفر صادق، رئیس و مؤسس مذهب شیعه. آقا یه سوال پیش اومده برای من. از زمان پیامبر به این طرف، یعنی حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر علیه السلام، یعنی این 5 تا امام شیعه نبودن؟ سنی بودن؟ پیامبر سنی بوده؟ و چرا میگیم امام اول شیعیان حضرت علی؟ برای پیامبر قرآن نازل شده، یعنی برای آدم یه سنی قرآن نازل شده. و چرا این همه ما عزاداری میکنیم؟ محرم و صفر چرا این همه عزاداری میکنیم؟ 40 چیه این وسط؟ بنده نه کافرم نه جهودم، مثل شما مسلمونم. برای من سوال پیش اومده، اینجوری برام بنویس.